سلام، با بسته حواشی عالم هنر و سینما در خدمتتون هستیم. در این بسته قرار درباره حواشی که برای حامد بهداد اتفاق افتاده صحبت کنیم و اخراج مهسا طهماسبی از برنامه کارناوال توسط رامبد جوان. حواشی فیلم پیرپسر انگار تمومی نداره و تازه ترین حواشی مربوط هست به حامد بهداد و اتفاقاتی که از بازی این بازیگر سینمای ایران در این فیلم بوده. بهداد به این حواشی واکنش نشون داده و گفته برخیا میخوان من رو نابود کنند. چطور هنوز ضعف‌های من فریاد میزنن و چطور هنوز افراد بیشعوری هستن که اینجوری میتونن منو زخمی کنن و نابودم کنن و مثل دیوونه ها با خودم حرف میزنم و انتقام میگیرم، فریاد میزنم، مشت به در دیوار میکنم، میرم جلو آینه میگم چته چی شدی، چه مرگته، چیه؟ و این حساسیت ها و این جراحت ها هنوز هست. البته که بازی حامد بهداد در این فیلم بسیار تاثیرگذار بوده و قضاوت رو به شما میسپاریم. حتما نظرات خودتون رو زیر این پست برای ما کامنت کنید. یه دلخوری پیش اومد، من یه کار اشتباهی انجام دادم که آقای جوان منو اخراج کردن. فکر میکردم که حالا با منتکشی و عذرخواهی و اینا حل بشه، ولی متاسفانه نشد. من حالا خودم از دست یکی ناراحت بشم با یه ببخشید و یه شکلات و اینا قضیه حل میشه، ولی خب توی کار فرق داره دیگه. همه چی خیلی جدی‌تره و همه چی خیلی محکم‌تره. حالا نمیدونم شماهایی که دیدین اصلا کاری که من کردم در حد اخراج بود یا اگه ندیدین بریم ببینین اصلا در حد اخراج بود. این کجاست؟ این داره کجا رو نشون میده به شما؟ این اتاق شماست. کی گذاشته؟ این الان کیه؟ این الان کیه؟ این منم. برای چی این کار کردین؟ برای چی رفتین تو اتاق من دوربین یواشکی گذاشتین؟ آقای جوان آخه چیزه، ببینید من میخوام با شما صحبت کنم. حالا فارغ از مسائل مربوط به قضایای شخصی و اینا، به نظر میرسه این هم نوعی از تبلیغ برای دیده شدن باشه. البته بازم میگم قضاوت رو میسپاریم به شما و دوست داریم نظراتتون رو در این رابطه برای ما کامنت کنید. آقای جوان من اشتباه کردم، خواهش میکنم. آقای جوان خواهش میکنم ببخشید. من خیلی کار دارم، من میخوام ضبط کنم. خب من اینو وایسم میشه بعدش با هم دیگه صحبت